مدت هاست که افغانستان برای هزارها دیگر امن نیست. این ابر سیاه از دوران به قدرت رسیدن طالبان تا اکنون بر آسمان زندگی هزارها سایه افکنده است. 14 سال حضور نیروهای بین المللی هم نتوانسته است امنیت و آرامش را به خانه های مردم افغانستان و به خصوص هزارها بیاورد. از مدتها به این سو مسیرهای منتهی به مناطق هزاره‌نشین برای مردم هزاره بدل به کمینگاه‌های وحشت و ترور شده است و هر روز شاهد ربوده شدن، اختطاف و سربریدن این مردم بوده ایم. اوج این فجایع را در ربوده شدن 31 مسافر هزاره از شاهراه کابل هرات می‌بینیم. تا کنون از سرنوشت بعضی از این اسیران اطلاع در دست نیست و پس از آن در یک عمل کم سابقه شاهد ربوده شدن زنان و اطفال توسط طالبان در چند ماه اخیر بوده ایم که در نهایت به بریده شدن گروه 7 نفر از ربوده شدگان انجامید و در این میان گروه بریده شده شکر تبسم طفل 9 ساله موج عظیم و میلیونی از اعتراضات مردمی را در سراسر افغانستان به دنبال داشته است. هزارها به خاطر چهره و مذهبشان هر روز شکار افراطی‌های مذهبی به نام طالب و داعش می‌شوند. مردم حکومت را به عدم تأمین امنیت و بی‌کفایتی در این زمینه متهم می‌کنند. به همین جهت این روزها تمام شهرهای افغانستان تبدیل شده است به حنجره‌ای برای گلویی بریده شده شکر 9 ساله. شهرهای مختلف جهان نیز در تقبیح این عمل شنیع و غیر انسانی و به پاس گرامی داشته کرامت انسان مراسم‌های زیاد را برپا کردند و به احترام زنده نگه داشتن یاد آنها شمع روشن کردند و یادشان را گرامی داشتند. افغانستانی‌های استرالیای جنوبی همراه با تعداد از استرالیایی‌ها حنجره‌ای شدند برای گلویی بریده شده شکریه و همصدا فریاد برآوردند که نسل کشی هزارها را متوقف کنید و به کرامت انسانی انسان‌ها احترام بگذارید. طفل 9 ساله را، زن 66 ساله را با وحشیانه ترین شکل ممکن حلال کنند و ذبح کنند در منطقه هیچ کسی نیست. I'm here to stand in solidarity with the Hazara community because I really feel for what's happened to them in the past and what is happening to them now. در اینجا جمع شده ایم تا حمایت خود را از زیباترین موج عدالت خواهی که از کابل شکل گرفته است و هموطنان افغانستانی و هزاره ما مخصوصا در افغانستان در کابل این موج رو ایجاد کردن، این حمایت خود را از اعلام داریم. تمام مهاجرین ساکن استرالیا جمع شدیم در شهر آدلاید به خاطر محکوم کردن عملهای وحشیانه تروریستان و به خاطر رساندن صدای خود به گوش‌های کر ارگنشینان افغانستان و برای محکوم کردن از عمل وحشیانه اخیری که در زابل گرفتن 7 نفر از شهروندان افغانستان سر بریدن. این مراسم با حضور صدها تن در شهر آدلاید استرالیای جنوبی برگزار شد که شامل برنامه‌های سخنرانی، شعر، مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی بود. در ادامه این برنامه شرکت کنندگان با صدور قطعنامه و امضای تومار کشتار هزارها را در زابل محکوم نموده و حمایتشان را از اعتراضات مردمی در داخل افغانستان اعلام نمودند. به شما درود مردم بزرگ ما، کوچه به کوچه، شهر به شهر، کشور به کشور، قلب به قلب، نفس به نفس صدایتان را گلو خواهیم شد. هدف ما از جمع شده در اینجا است اعلان همدردی ما همراه خانواده شهدا و همچنان مردم عزیز ما در افغانستان و مردمی که اینجا جمع شده به خاطر از جمع شده که اعلان همدردی کنه. هدف ما در اینجا است که با هم باشیم و با هم فریاد بزنیم تا تغییر ایجاد کنیم، تغییر برای بریدن حلقم ها و به خاطر برای خفه کردن صداها و چون میدانیم با هم بودن ما و با هم فریاد زدن ماست که تغییر ایجاد میکنه. تغییری که نه برای تبسم است نه تنها برای هزاره است، تغییری که برای تک تک مردم سرزمین افغانستان است. این برنامه با ترانه پری چشم بادامی از شکیب مصدق همراه با برافروختن شمع و جمع آوری کمک و خانواده‌های قربانیان پایان یافت. لا 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 بخواب آرام پری چشم بادامی، بخواب آرام بخواب آرام، همه آرام تو آرامی،
خیابان می رویم فردا برای روز آزادی. بخواب آرام بخواب آرام پری ما تو آزادی. لا 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 بخواب آرام پری